عروسم نازاست، خیلی اذیتمون میکنه. یه کاری کن این جون به لب بشه از خونه زندگی ما بره، حتی کاری کن به مرگ برسونیش. واقعا از دستش خسته شدم. مشکلی نداره، فکراتون کردید دیگه. بله، هر کار از دست تو برمیاد بکنیم. باشه شما اینو شب میذاری زیر سر پسرت، دست شما در نکنه. بیشترم کردید کسی نکرد. اینم کاسات میداری و عروسه تو چاییش حل میکنی میدی میخوره. دست شما در که میخوای میرسی. خیر ببینی انشالله. ممنون. دست شما در نکنه. منو خراب میکنی. یا اگه ببینه چی میشه؟ ببین پسرم چند ساله بهت میگم این زن تو بچه دار نمیشه. بیا دختر خالتو بگی فدات بشم. من که دشمن تو نیستم، قربون قد و بالات برم. یعنی شما با خاله دست به یکی کردین که زندگی ما رو خراب بکنین دیگه؟ نه مادر، چرا زندگیتون خراب کنم؟ این حرفا چیه به من میزنی؟ این کاراتون رو ادامه بدین من از این خونه میرم. با اون زن نازات برو، تو هم برو.